السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز و گرامی، در مورد سؤال شما که مراجعان چی معنا دارد و صالحه چی معنا دارد، دوست عزیز، اولا اینکه خود کلمه مراد، این واژه خودش واژه عربی است، از خود ریشه کلمه رود یعنی مطلوب، خواسته، خواهش، از اینها گرفتگی است. یعنی خود معنای مراد خواسته و مطلوب و مقصد است. اما جان باشد، این جان یک کلمه خودش معنای گویم که نوازش آمیز، یا اینکه معنای مثلا شفقت آمیز، یا اینکه معنای مهربانی دارد. یعنی در خود کلمه جان همین معناها نهفتگی است، همین معنا را دارای ان همین معنا است. یعنی خود کلمه جان در لغت فارسی مثلا ما میگیم پسر جان، یا اینکه پدر جان، یا اینکه بیبی جان، یا که اوچه جان، ماما جان، مثال و هکذا. اکنون مجموع کلمه مراجعان، خود کلمه مراجعان همش البته نام پسرک میشه. مثال یک آدم، مثال در آرزوی پسرک فرض کردیم، عموما تفاعل، از روی تفاعل مردم ما از روی فالینه گرفتن بعضی مقصودا انجام میدن. مثلا فرض کردیم که بسیار مقصد داره که یک پسرچه دار شوه، او رو مثلا تربیهش کنه، خو قاریش کنه، خو اینستیتوتش بره، خو دیگر مثلا یک مقصود داره هر یک آدم. وقتی که همون پسرکش تولد چید، مثال مراد نامش میکنه که به مراد مقصد تولد چیدگی است، من چند مراد، مقصود، خواهش، خواسته بالای این طفلک دارم. یعنی مراد جان، خود کلمه جان یعنی گفتیم که چه خیلی معنای نوازش و معنای شفقت و مهربانی را دارد. یعنی خود جان اصلا معنای روح و روان است. بسیار تو جانی من هستی میگه، یعنی که تو روح و روانی من هستی. به همین خیل منزله که حیات من وابستگی به همین جانی من است، به روح و روانی من است. گویا که تو پسرک برای من مثل انا همین روح و روانم هستی، مثل جانم هستی. یعنی که برای من تو چقدر مثلا مهربان هستی. یعنی به واسطه کلمه جان ما یک اظهاری نوازش، یا اینکه یک اظهاری مهربانی و شفقت نسبت همون مسما نامیده شده یا نامبر شده یا نام برده، مثال ما همین خیلی اظهار میکنیم. از این خاطر این کلمه یگان معنای دغل نداره در لغت فارسی، یگان معنای ناخوب نداره، بلکه معنای خوب داره. یک خودی معنای گوییم که نوازش و مهربانی و شفقت داره، بسیار خوب است. مثلا یک آدم اگر یک کس فرض کردیم دلیر بگه، یک تا دیگر دلیر جان بگه، وقتی که شنونده شنوید میگه همون کسی را که همین آدم جان گفت، او آدم نسبت به این دلیری تاقی گفتگیش، یا که اوشا دلیر گفت، اوشا فیروز جان گفت، مقصد همین شنونده میش و همین مجرد شنویدن میفهمه که همون فیروز جانی گفتگیش نزد ای خیلی قدر منزلت دارد که اظهار نوازش و مهربانی و شفقت به خود کلمه جان در آخر نام ای کرد. از این خاطر مثلا معنای خوب دارد و خود مراد، یعنی ما میگیم که مراد و مقصد ما چنین است. یعنی خواهش و خواسته و مقصد و مطلوب ما، مقصد این پسرک یک مقصود و مطلب من بود، چی چیزی در دل آرزوها دارم، این پسرک که آمد همه آرزوی من برآمد، به همون خاطر اینا مراد جان نام کردم. چه خیلی که در اون گوییم که سوالی پیشین گفته بودیم که مثلا خودی مثال نشانه نام میمانه خیلی آدم، مثلا خود کلمه نشانه، مثال پدرش از دنیا میگذره، این بعد تولد میشوه، مثال این همچون یک نشانه از پدر ما میمانن. همیشه مثال از جهت تفاعل فالینه گرفتن وجود دارد، یعنی معنای خوب است. دوم در خود معنای، یعنی گویم کلمه صالحه. صالحه هم این خود از واژه عربی گرفته شده است، معنای صلاح را دارد، یعنی کاری شایسته، یعنی شایسته کاری کردن، شایسته کار شدن، مثلا کاری نکو کردن، خود معنای صلاحه. لیکن صالحه شید بعضا مردها را صالح نام میمانند، بعضی زنها را صالحه. یعنی بین اینها مثال این را جنسی زنانه میگن، ایشه جنسی مردانه. چطوره که
در زبان روسی مثلا ژنسکوی رود موسکوی رود هست، در عربی هم همین چیز وجود دارد، یعنی که جنسی زنانه و جنسی مردانه. صالحه این جنسی زنانه است، یعنی ژنسکوی روده، صالحش جنسی مردانه، هر دوش یک معنا دارن، فقط برای موافقی مثلا مسما، یعنی اگر زن باشه صالحه گفته می شود، مرد باشه صالح گفته می شود. یعنی خود معنای صالحه یعنی شایسته کار، نکوکار، کاری یعنی نیک انجام میدادگی. یعنی این هم معناش معنای خوب است، یکان معنای دغل ندارد. مثال کسی اگر خواهش داشته باشه که پسرکش صالح نمونه یا دخترکش صالحه نمونه، این هم از جهت تفاعل، از جهت فال نیک گرفتن، یعنی امید و غرض و خواهش نیک در ذهن آوردن. پسرک به خاطر اون صالح میمونه که در آخر یک پسر بچه شود که همیشه کاری شایسته، کاری خوب، کاری نکو انجام میدادگی باشد. یا اینکه دخترک هم که باشه، مثال به خاطر اون صالحه میماننش که دخترک مثلا شایسته کار باشه، نکوکار باشه، پاک دامن باشه، پاک سیریش باشه، با حیا و با شرم، عفت و پاک دامنی همیشه پوشه کار شب گفته، به همون خاطر صالحه نام میکنن. این هم یعنی یک معنای خوب دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.